سلام دوستان، امروز تصمیم دارم یکی از پیچیده ترین و البته ترسناک ترین پرونده های جنایی نیویورک رو برای شما بازگو کنم. توی یکی از مناطق آروم و در حومه نیویورک، در انتهای خیابونی خلوت که پر از خانه‌های قدیمی و باغ‌های بزرگ بود، یک خونه قرار داشت که برخلاف ظاهر ساکت و زیبایی که داشت، یک چیز عجیب در دلش پنهان بود. این خونه متعلق به خانمی به نام ماریا الیوت بود، زنی که سالهای سال تنها زندگی کرده بود و به ندرت کسی رو به داخل خونه راه داده بود. چیزی که این خونه رو از بقیه خونه‌های محل متمایز می‌کرد، یک کلکسیون عروسک‌های عجیب و شگفت‌انگیز بود که ماریا کلکسیونر اون بود. عروسک‌هایی که ظاهرشون به شکل غیرعادی، واقعی و زنده به نظر می‌اومد. ماریا یک زن مرموز و خیلی کم حرف بود. اون هیچ دوستی نداشت و ندرتاً با همسایه‌ها صحبت می‌کرد. زندگیش در یک انزوای کامل می‌گذشت و بیشتر وقتش رو در خونه سپری می‌کرد. تو روزهای تعطیل گاهی وقتا میشد که اون رو در فروشگاه‌های قدیمی و بازارهای عتیقه فروشی می‌دیدن، جایی که با دقت عروسک‌های دستساز و عتیقه رو انتخاب می‌کرد. اما چیزی که همسایه‌ها رو همیشه نگران می‌کرد، رفتارهای عجیب ماریا با این عروسک‌ها بود. اون عروسک‌ها رو مثل انسان‌های واقعی می‌دید، باهاشون حرف می‌زد، حتی شایعه شده بود برای اونها روی میز غذا می‌ذاره. مدت‌ها قبل از کشف وحشتناک پلیس، شایعه‌هایی درباره این خونه پیچیده شده بود. همسایه‌ها گزارش داده بودند شب‌ها نورهای عجیب و لرزان از پنجره‌های زیرزمین خونه ماریا به چشم می‌خوره. عده‌ای ادعا کرده بودند صدای زمزمه‌ها یا حتی گریه‌های خفه رو در نصف شب‌ها از اونجا می‌شنیدن. اما چیزی که به شدت همسایه‌ها رو نسبت به ماریا در شک و تردید فرو برده بود، این بود که هر بار کسی به ماریا نزدیک میشد که درباره این مسائل حرف بزنه، اون با سردی جوابشو میداد، حتی در رو به روی همسایه‌هاش میبست. اما چیزی که مردم رو بیشتر در شک فرو برده بود و به شایعات دامن میزد، این بود که ناپدید شدن‌های عجیب شروع شده بود. کارلا، یکی از همسایه‌های ماریا، زنی میان سال بود که با اون یک رابطه دوستانه داشت. کارلا برخلاف بقیه گهگاهی به خونه ماریا دعوت میشد و درباره عروسک‌ها باهاش صحبت میکرد. یک شب کارلا به خانه ماریا میره و بعد از اون دیگه هیچ کس اون رو نمیبینه. شوهرش ابتدا تصور میکنه که همسرش برای خرید عروسک با ماریا به شهر دیگه ای رفته، اما وقتی که میبینه ازش هیچ خبری نمیشه، حتی یک تماس نمیگیره و از طرفی به رفتار ماریا هم مشکوک بوده، ترس و اضطراب وجود اون رو میگیره و میفهمه که حتما باید اتفاق عجیبی افتاده باشه. بعد از گذشت 48 ساعت به پلیس گزارش مفقودی همسرش رو میده، اما چون هیچ نشونه ای از وقوع جرم و جنایت وجود نداشت، پلیس پیگیری جدی برای اثبات جرم انجام نمیده. فقط پیگیری برای پیدا کردن کارلا ادامه پیدا میکنه که اون هم بی نتیجه میمونه، تا اینکه یک ماه بعد جیمز هارپر، یک بیخانمان که معمولاً در خیابون‌های همون محله پرسه می‌زد، به طوری عجیب ناپدید میشه و دیگه کسی اون رو در کوچه پس کوچه‌های اون محل نمی‌بینه. بعضی از مردم فکر می‌کنن که اون از این محله کلاً رفته و با اینکه بعضیا ادعا داشتن که اون رو آخرین بار در نزدیکی خونه ماریا دیده بودن، باز هم پلیس ارتباطی بین این ناپدید شدن‌ها پیدا نمی‌کنه و پرونده ها یکی بعد از دیگری بسته میشه. اما اون چیزی که ماجرا رو عجیب‌تر می‌کرد، گزارش های همسایه ها بود. اونها از بوی شدید و غیر قابل تحمل که از خونه ماریا به مشام می‌رسیده شکایت داشتن. بعضیا حتی گفتن که در نیمه شب صداهای عجیب مثل ناله یا گریه از توی خونه میشنوند. شایعات میان مردم دهن به دهن میچرخیده. آیا ماریا چیزی رو پنهون می‌کرده؟ آیا این بوی بد به چیزی
وحشتناک اشاره می‌کرده. این بو انقدر آزاردهنده بوده که بعضی از همسایه‌ها شروع به شکایت می‌کنن. ماریا در پاسخ میگه عروسکاشو با مواد خاصی میسازه که بوی نامطبوع ایجاد میکنه. اما این توضیح برای همه قانع کننده نبوده. بعضیا میگفتن که این بو شبیه به هیچ کدوم از مواد شیمیایی و رنگ‌های معمول نیست و بیشتر شبیه چیزیه که از گوشت فاسد به مشام میرسه. همه چیز وقتی تغییر میکنه که نیکول گرین، یکی از همسایگان نزدیک ماریا، شبی در ساعت 2 بامداد به پلیس زنگ میزنه. صداش پر از وحشت بوده و میگه لطفاً بیاد اینجا. نمیدونم دقیقاً چه چیزی توی این خونه داره میگذره، اما مطمئنم کسی در اونجا در خطره. صدای ناله های خفیف از زیر زمین میاد. بوی بعدی همه محله رو گرفته. نمیتونم بیش از این تحمل کنم. پلیس در ابتدا این تماس رو جدی نمیگیره، اما وقتی که نیکول اصرار میکنه و از بوی تعفن میگه، تصمیم میگیرن که به محل برن. بعد از این تماس برای اولین بار بود که پلیس نسبت به این زن مظنون میشه و این خونه رو زیر نظر میگیره. 2 مأمور به خونه او میرن که موضوع رو بررسی کنند. ماریا در رو باز میکنه. آروم و خونسرد بوده و میگه هیچ اتفاقی نیفتاده. این فقط یک خونه قدیمیه که گاهی صدا میده. ماموران داخل رو نگاه میکنن اما چیز مشکوکی پیدا نمیکنن. با این حال بوی شدید تعفن انقدر غیرعادی بوده که اونها گزارش رو جدی میگیرن و تصمیم میگیرن بررسی‌های بیشتری رو انجام بدن و خونه رو تحت نظر بگیرن. بعد از این بازدید گروهی از همسایه‌ها تصمیم میگیرن ماجرا رو جدی‌تر دنبال کنن. اونها شروع میکنن به صحبت با همدیگه و متوجه میشن تقریبا همه اونها چیزهای غیر عادی از خانه ماریا رو دیدند و یا اینکه حتی شنیدند. کسی از صدای گریه گفته بود، یکی دیگه از لکه‌های خون روی لباس ماریا. شک و تردیدها بالا میگیره و سرانجام یکی از همسایه‌ها شجاعت به خرج میده و فیلمی از رفت و آمدهای مشکوک ماریا به زیر زمین ثبت میکنه. این فیلم به پلیس ارائه میشه و همین باعث میشه که تیم تحقیقاتی تصمیم بگیره خونه رو تفتیش کنه. یه روز صبح که هوا خیلی سرد و مه‌آلود بوده، تیمی از ماموران با حکم تفتیش به خونه اون زن میرن. ماریا ابتدا مقاومت میکنه و سعی میکنه پلیس رو هر طور که شده قانع کنه که اینجا همه چیز فقط یک سوء تفاهمه، اما ماموران مصمم بودند. هوای خونه خیلی سنگین بوده و تاریک بوده. بوی تعفن اونقدر شدید بوده که ماموران مجبور میشن ماسک استفاده کنند. نور کمی از پنجره‌های قدیمی به داخل میتابیده و فضای خونه پر از عروسک‌هایی بوده که روی قفسه‌ها، میزها یا حتی روی زمین چیده شده بودند. اون چیزی که این عروسک‌ها رو ترسناک میکرد چهره‌های فوق‌العاده واقعی و خیره اونها بود، جوری که انگار چشمای اونها حرکت میکرد و پلیس‌ها رو دنبال میکرد. یکی از مامورها در همون نگاه اول میگه اینها فقط عروسک نیستن، انگار دارن به ما ظلم میزنند. در حالی که پلیس مشغول بررسی خونه بود، یکی از ماموران متوجه لکه‌هایی میشه که روی فرش‌های قدیمی خونه پخش شده بود. این لکه‌ها شبیه خونه خشک شده بودند. اونها فرش‌ها رو کنار میزنن و به چوب‌های کف میرسن که در بعضی از جاها خیس و پوسیده بود. مشخص بوده چیزی زیر این کفگوش‌ها پنهون شده. ماریا که تا اون لحظه سعی می‌کرده خونسردی خودش رو حفظ کنه، یک دفعه استرسی میشه و با عصبانیت میگه هیچ چیز غیرعادی نیست، این فقط یک خونه قدیمیه، لطفاً زودتر اینجا رو ترک کنید. اما رفتار اون به جای قانع کردن پلیس فقط سوء ظن بیشتر ایجاد میکنه. ماموران یکی از قفسه ها رو که پر از عروسک بوده بررسی میکنند. وقتی یکی از عروسک ها رو برمیدارند متوجه میشن وزنش غیر عادی سنگینه. وقتی دقیق تر بررسیش میکنن، چیزی که کشف میکنن باعث میشه همه از وحشت خشکشون بزنه. عروسک به طرز ماهرانه‌ای از ترکیب مو، پوست و بافت واقعی ساخته شده بود. اما این تازه آغاز ماجرا بود.
یکی از مامورها در حال بازرسی آشپزخانه بود که متوجه شکافی در کف زمین میشه. وقتی که به دقت نگاه کردن میفهمن این شکاف به یک در مخفی منتهی میشه. در رو باز میکنن و راه پله باریک و تنگ به زیر زمین رو پیدا میکنند. بوی تعفن از این نقطه خیلی شدیدتر بوده، جوری که حتی ماموران با تجربه هم برای ورود به زیرزمین مکث میکنند. یکی از اونها با چراغ قوه به زیرزمین میره و میگه اینجا چیزی هست، بوش وحشتناکه، باید همه وارد بشین. وقتی تیم وارد زیرزمین میشن چیزی میبینن که فراتر از هر کابوس شبانه بوده. در اون زیرزمین تاریک و نمور و مرطوب دیوارها پوشیده از کپک و رطوبت بود. قفسه هایی پر از ابزارهای عجیب و غریب در کنار دیوارها دیده میشد. وسط زیرزمین میز بزرگی بود که روی اون وسایل ساخت عروسک از جمله سوزن، نخ، چسب و ابزار برش چیده شده بود. اما چیزی که همه را شوکه میکرد بقایای بدن انسان بود که در گوشه‌ای از زیرزمین روی هم انباشته شده بود. پلیس با دقت بیشتر شروع به بررسی میکنه و متوجه میشه هر عروسکی در خانه ماریا در واقع بقایای یکی از قربانیان رو در خودش پنهان کرده. عروسک‌ها با پوست، مو و حتی چشمای واقعی ساخته شده بود. بعضی از اونها حتی لباسایی رو بر تن داشتن که متعلق به قربانیای اونها بود. یکی از ماموران که از شدت شوک نمیتونست حرف بزنه فقط زمزمه میکنه این زن هیولاست. پلیس در حین جستجو یک دفترچه قدیمی در کنار میز پیدا میکنه. این دفترچه خاطرات ماریا بود. نشون میداد که او چطور قربانیانش رو انتخاب میکرده. او نوشته بود عروسک‌هایم تنها دوستان واقعی من هستند. آنها باید خاص باشند. باید از جنس انسان باشند. این تنها راهی است که میتوانم مطمئن شوم همیشه با من میمانند. در ادامه دفترچه توضیحات دقیقی درباره قربانیان و روش‌های شکار اونها و حتی نحوه تبدیل اونها به عروسک وجود داشت. ماریا قربانیان خودش رو ابتدا به خونه دعوت میکرد. اونها رو مسموم میکرد و بعد اجساد اونها رو به زیرزمین میبرد تا از بدنهای اونها برای ساخت عروسک استفاده کنه. پلیس بعد از کشف زیرزمین ماریا فوراً او رو بازداشت میکنه. اون ابتدا تلاش میکنه که بیگناهیش رو ثابت کنه و میگه این فقط هنره، من هیچ کس رو نکشتم، عروسک ها فقط هنر منه. اما شواهد انکارناپذیر بود. پلیس بقایای بدن دست کم 15 قربانی رو در زیرزمین خونه ماریا پیدا کرده بود و مشخص شد که خیلی از افراد مفقود شده در همون محله قربانی این زن شدند. با کشف بقایای 15 نفر در زیرزمین خانه ماریا الیوت، پلیس با پرونده‌ای روبرو میشه که هم پیچیده بوده و هم به شدت وحشتناک. بازجویی از ماریا به سرعت شروع میشه، اما اون نه تنها هیچ پشیمونی از کارهاش نداشته، بلکه همچنان ادعا داشته که عروسک‌هاش تنها هدف زندگیش بودند. پلیس برای شناسایی بقایای قربانیان مجبور به انجام آزمایش‌های DNA و بررسی پرونده‌های افراد مفقود شده میشه. کارلا، زنی که برای تحویل بسته پستی به خانه ماریا رفته بود، اولین قربانی بود که شناسایی شد. پلیس تکه‌هایی از لباس او رو روی یکی از عروسک‌ها پیدا میکنه. همچنین مشخص میشه موهای یکی از عروسک‌ها متعلق به جیمز هارپر، بی خانمانی بود که آخرین بار در حال صحبت با ماریا دیده شده بود. یکی از سخت‌ترین لحظات برای تیم تحقیقاتی اطلاع رسانی به خانواده قربانیان بود. برای خانواده‌ها شنیدن این حقایق که عزیزان اونها به شکل عروسک‌های ترسناک درآمده بودند، ضربه‌ای عاطفی و غیرقابل وصف بود. خیلی از اونها حتی نمیتونستن جسدها رو شناسایی کنند، چرا که بدنها به شدت تغییر شکل داده بود و از هم جدا شده بود.
دفترچه خاطرات ماریا که حالا به اصلی ترین مدرک پرونده تبدیل شده بود، اطلاعات تکان دهنده ای رو فاش می‌کرد. توی این دفترچه ماریا دقیقاً گفته بود که چرا و چطور قربانیاش رو انتخاب می‌کرده. ماریا معمولاً کسانی رو هدف قرار می‌داده که خانواده یا دوستان زیادی نداشتند، مثل افراد بیخانمان یا افرادی که در جامعه منزوی بودند. ماریا باور داشته عروسک‌ها روح قربانیان رو در خود نگه می‌دارند و به این شکل او هیچ وقت تنها نمیمونه. در جریان بازجویی‌ها ماریا به طور غیر مستقیم از گذشته‌اش حرف میزنه. او دوران کودکی سختی داشته و مدعی میشه که پدرش به شدت با او بد رفتار بوده. مادرش هم در سنین کودکی اون رو ترک کرده. تنها چیزی که در کودکی بهش آرامش میداده عروسک قدیمی بوده که مادرش به اون داده بود. ماریا میگفت عروسک‌هام تنها دوستان من بودند. اونا هیچ وقت به من صدمه نزدند. روانشناسانی که روی پرونده کار میکردن به این نتیجه رسیدند که ماریا دچار نوعی اختلال روانی وسواسی اجباری بوده و به همین دلیل توانایی برقراری روابط انسانی طبیعی رو از دست داده. اما این توضیحات چیزی از وحشت جنایت اون کم نمی‌کرد. محاکمه ماریا یکی از بحث برانگیزترین رویدادهای دهه 90 در نیویورک بود. رسانه‌ها به سرعت این پرونده رو با نام قتل‌های خانه عروسک‌ها پوشش دادند. جلسه‌های دادگاه به قدری تکان دهنده بود که خیلی از اعضای هیئت منصفه بعد از شنیدن جزئیات جنایات او دچار شوک و اضطراب شده بودند. دادستان در طول محاکمه میگفت ماریا الیوت فقط یک قاتل نیست. او هنری از مرگ ساخته، اما هنری که از وحشت و نابودی زندگی انسان‌ها به وجود اومده. هر عروسک نمادی از جنایت‌های وحشیانه اوست. ماریا در طول محاکمه خیلی خونسرد باقی موند و حتی در لحظاتی لبخند می‌زد. او در پاسخ به یکی از سوالات قاضی درباره احساسش نسبت به قربانیانش خیلی راحت گفت من هیچ وقت قصد نداشتم به آنها صدمه بزنم. فقط می‌خواستم همیشه کنارم باشن. ماریا به اتهام قتل عمد، مخفی کردن اجساد و ایجاد رعب و وحشت در جامعه گناهکار شناخته شد. دادگاه او را به حبس ابد بدون امکان آزادی مشروط محکوم کرد. ماریا با ساخت عروسک‌هایی از بقایای قربانیان تلاش می‌کرده که کنترل و ثباتی که در کودکی از دست داده بود رو به دست بیاره. بعد از محاکمه ماریا سرنوشت عروسک‌ها به موضوعی حساس و جنجالی تبدیل شد. از اونجایی که هر عروسک حاوی بقایای یک قربانی بود، پلیس تصمیم میگیره اونها را به عنوان مدرک جنایی حفظ کنه. اما بعد از پایان تحقیقات، خانواده قربانی‌ها خواستار بازگرداندن بقایای عزیزانشون برای برگزاری مراسم تدفین میشن. چالش اینجا بود که عروسک‌ها به قدری با دقت و هنرمندی ساخته شده بود که جدا کردن بقایای انسان از اونها بدون تخریب کامل دشوار بود. در نهایت دادگاه تصمیم میگیره بقایای انسانی رو استخراج و به خانواده‌ها برگردونه و عروسک‌ها بعد از حذف بقایا به عنوان مدرک در موزه جنایی نیویورک نگهداری بشن. گزارش‌هایی وجود داشت که نشون میداد ماریا حتی در زندان سعی داشته عروسک‌های کوچک بسازه، البته این بار با مواد غیر انسانی. ماریا در یک مصاحبه کوتاه در زندان گفته بود زندگی من تمام شد، اما عروسک‌هایم هنوز زندند. آنها من رو فراموش نخواهند کرد. آیا ماریا واقعا قربانی کودکی تلخ خودش بود یا اون هیولایی بود که از وحشت تغذیه می‌کرد؟ دوستان عزیز، از همراهی شما تا انتهای ویدیو سپاسگزارم. لطفاً برای حمایت از ما و ادامه مسیر ویدیو رو لایک کنید و نظرات ارزشمندتون رو برای ما بنویسید و اگر از علاقه‌مندان به ژانر جنایی و پرونده‌های مرموز و معمایی هستید که تا حالا جایی نشنیدید، حتماً با ما همراه باشید و کانال رو سابسکرایب کنید و با زدن زنگوله ویدیوهای بعدی ما رو هم دنبال کنید.